وارد این بنای 3 طبقه بشید، اسم خودتون رو باید پیدا کنید. اسم خودتون رو پیدا کنید، مثلا محمد پویا باید اسمش رو پیدا کنید. شما الان همه دنبال اسم خودتون گشتید و امارت. خب بزرگترین چیزی که آدم باید دنبال خودش بگرده خودشه. و وقتی که آدم از بیرون به خودش نگاه میکنه و دنبال خودش میگرده میشه خودآگاه. یه داستان میگن یه مردی خواب دیدید که یه سرزمین مصر فلان نقطه زیر خاکی گنج. به خوابش اعتماد کرد، دید و رفت جا سرزمین مصر فلان نقطه، شروع کرد به گشتن. از قضای شخصی مچشو گرفت، یادم میکنم چرا داری اینجا رو میگردی؟ اول نمیگفت گفت آقا داستان اینه، من خواب دیدم اینجا گنجی هست، اما انگار هرچی گشتم گنجی نبود. طرف میزنه زیر خنده میگه منم مدت هاست دارم خواب میبینم تو ایران فلان خیابون فلان کوچه فلان نقطه فکر بکنم میرسم به این گنج، اما هیچ وقت دنبال خوابم نمیرم. طرف ایدالی میداد این آدرسی که داد دقیقا نقطه خونه خودشه، رفت خونه خودش تو ایران، دقیقا اون آدرس رو چند متر گشت و به گنج رسید. یعنی مدت تا گنج سپایه خودش بود. گنج هر انسانی خودشه. در مورد چمرانم به شما بگم که ایشون دکترای فیزیک پلاسما داشت و در آزمایشگاه بیل کار می‌کرد. یعنی نه تنها بالاترین درجه علمی ایران و آمریکا رو کسب کرده بلکه در مقام فنی و عمل هم در بهترین نقطه بود. یعنی همه امکانات برای اینکه یک پژوهشگر سطحی جهانی بشه همه چی داشت، حقوق عالی، امکانات، اما این آسیبش نکرد. یه لحظه به خودش نگاه کرد، گفت یه چیزی توی زندگی من کمه، راضی نمی‌کنه. شهید چمران فرمودن تو آزمایشگاه بیل آمریکا مشغول کار بود، هرس می‌خورد از دست همکاراش سر قضیه فلسطین، هرس می‌خورد که چرا پس شما هیچ عکس العملی نشون نمیدید. حالا البته می‌بینید که تو آمریکا تو اروپا ملت سر قضیه فلسطین دارن هرس می‌خورن. استاد دانشگاهی داره هرس می‌خوره میاد بیرون، دانشجویی داره هرس می‌خوره میاد بیرون. یه روح ناآرامی که آمریکا آرومش نمی‌کرد، لبنان آرومش نمی‌کرد، بالاخره خودش رو توی جبهه‌های جنوب ایران خدا بهش لطف کرد و پیدا کرد و به اون سرمنزل مقصود رسید دیگه، به گنج رسید. یکی از هنرهای شهید چمران نقاشی داشت. نقاش حرفه‌ای البته نبود ولی برای دل خودش نقاشی میکرد و به نقاشی علاقه داشت. یکی از نقاشی‌های شهید چمران همین نقاشیه، یک شمع تو یک زمینه تاریک. داستان این شمع تو زمینه تاریک اینه، میگه من شاید نتونم دنیا رو روشن کنم، شاید نتونم همه رو هدایت کنم، ولی میتونم روشنایی را حتی به اندازه یک نقطه نشون بدم که اون کسانی که دنبال روشنایی‌اند بتونن ببینن و حجت داشته باشن و به سمتش حرکت کنن.